مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در واکنش به سرکوب‌های رژیم جمهوری اسلامی در ایلام و کرماشان پیامی منتشر کرد و با خانواده‌های شهدای این قیام ابراز همدردی و تسلیت نمود. متن پیام به شرح زیر است. رژیم جمهوری اسلامی به گمان خود می‌کوشد ملت مقاوم کرد را مرعوب سازد. این رژیم که در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، خشم ناشی از شکست‌ها و بحران‌های عمیق خود را بر سر فرزندان ملت کرد فرو می‌ریزد و می‌پندارد که می‌تواند از کردستان انتقام بگیرد. رژیم جمهوری اسلامی در کردستان تنها به کشتار فرزندان کرد در ایلام قلب میهن بسنده نکرده، بلکه حتی به بیمارستان‌هایی که مجروحان تظاهرات برای درمان و مداوا در آن بستری شده اند نیز یورش برده است. اقدامی شنیع که آشکارا با تمامی عرف‌ها و قوانین انسانی در تضاد بوده و به شدت محکوم است. این اقدامات بیانگر اوج سردرگمی و هراس رژیم از قیام مردمی در کردستان است. فرزندان انقلابی ایلام و کرماشان با این اقدامات غیر انسانی مزدوران رژیم هرگز مرعوب نخواهند شد، همان گونه که خواهران و برادران آنان در سراسر کردستان مرعوب نشده‌اند و با پافشاری بر حقوق مشروع خود راه مقاومت و استقامت را ادامه می‌دهند. درود بر ایلام و کرماشان به پا خواسته. به خانواده‌های شهدای قیام اخیر صمیمانه تسلیت می‌گویم. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، 6 ژانویه 2026.